خلاصه ای از زندگی امام رضا علیه السلام. نام مبارک علی، لقب رضا، کنیه ابوالحسن، نام پدر موسی، نام مادر نجمه. تاریخ ولادت 11 ذیقعده سال 148 هجری. مکان ولادت مدینه منوره. مدت عمر 55 سال. مدت امامت تقریباً 30 سال. تعداد فرزندان 5 پسر و 1 دختر. تاریخ شهادت آخر صفر سال 203 هجری. سبب شهادت خوردن آب انگور یا آب انار زهراگین با اجبار مأمون. محل دفن مشهد مقدس. یکی از سخنان زیبایش آن که از خدا موفقیت بخواهد اما تلاش نکند خود را مسخره کرده است.